امروز یک ویدیو بگیرم بلدهشم از منطقه پشت بوم. بسیار کوتاه ویدیو. سیکن هوا خیلی قشنگ، ولی دی بعدیا آفتاب زیاد نیه، اور ماور باریش میشه، کم کم باریش هم میشه. تمام جایم خیلی خوب سرسبز، حتی کوها هم متر کم کم آلفا تازه در درخت ها که سیکن خیلی قشنگ روشن، خیلی همون خیلی خوب بوی میده. همین آلفا در اینجا که در یاد روزای قدیم میندازه. دیگه امیدواریم که از این چقدر ویدیو خوشم باید شما در خاطرات های قدیم بندازه. خدا حافظ. از پشت خانه آت محمد علی زیار ویدیو میگیرم. یعنی هم آغیل امسال هم خیلی سرسبز همه جای. سیکن همم راضیه. آو ما و مگه هسته انو هم بلنقاش. سیکن این هم آغیل نه. سیکن اینی هم خانه از مو، خانه وز از اینا. اون در اون طرف هم خانه شیخ. نه پشت سرش هم خانه صادق ورزه. آردوی شورسی های سو زرق شیخ همسایا یک رنگ گرسی. بریم سن طرف گلی بوم تا غجور. سیکن امسال خیلی سرسبز قشنگه در این منطقه. طرف های غجور اینجا تا قبل توره. طرف های سیپی هم خوبه. سیکن دیگه ای هم بود یک ویدیوی بسیار کوتاه از منطقه پشت بوم. با خیر اگه زندگی بود ویدیوهای دیگه هم جورنیم از اینجا باز بلده کسانایی که بخواه سیکنه.